سلام دوستان، نگاه کنید ما انتظار داشتیم که هوا خنک‌تر بشه، ولی خب امسال یه تابستون خیلی گرم داشتیم. ولی خب ما برای اینکه کبوترامون سالم بمونن میتونیم از چند تا راهکار طبیعی استفاده بکنیم که کبوترها سالمتر باشن. بهترین چیزی که شما میتونین استفاده بکنید استفاده از لیمو هستش. الان هم فصلش هستش. نگاه کنید آبخوری منه این تا اینجا 4 لیتر، تا اینجا هم 82 تا 4 لیتر. معمولا من روزانه صبح یک بار و عصر هم یک بار 8 لیتر آب میبرم برای کبوترها و روزی 2 بار آب عوض میکنم و میام توی هر نوبت که آب تازه براشون استفاده میکنم از یک لیمو رو نصف میکنم و آب این لیمو رو داخل این 8 لیتر آب میریزم. اینطور هم کبوترها میتونن خنک بشن، هم سیستم ایمنیشون بره بالا، هم آب ضد عفونی بشه. لیمو یه خاصیتی داره وقتی که میره داخل بدن مثلا ما یا کبوترها خودش اسیدیه، ولی وقتی که داخل بدن ما بره، تو بدن کبوترها بره، حالت قلیایی پیدا میکنه و میکروبا و باکتریا و عوامل بیماریزا کمتر میتونن تو محیطهای قلیایی رشد بکنن. اینو در نظر داشته باشید. من تابستون و زمستون همیشه از لیمو داخل آب کبوترها استفاده میکنم و ویتامین C بدن کبوترامو تأمین میکنم. ممنون، خدا نگهدار.